سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خب بالاخره توکن همستر کامبت به کیف پول تونکیپر کاربران واریز شده. میتونید از بخش کیف پول توکن خودتون رو مشاهده بکنید. در این کلیپ قصد آموزش فروش در واقع توکن های همستر رو به صرافی آلماکس رو دارم. برای این کار شما باید وارد صرافی آلماکس بشید. من لینکش رو واسهتون میذارم. اگر عضویت انجام ندادید باید در واقع یک عضویت انجام بدید، شماره تماس خودتون رو ثبت بکنید، مشخصات کد ملی، تاریخ تولد و مشخصات خودتون رو وارد بکنید و یک کارت بانکی ثبت بکنید. این سه مورد رو که انجام بدید در واقع اکانت شما آماده فروش همستر هست. از این بخش خرید فروش اقدام بکنید، پس روی این گزینه خرید فروش کلیک بکنید. اینجا باید روی قسمت فروش انتخاب بشه. در قسمت پرداخت میکنم توجه داشته باشید که حتما روی ارز همستر کامبت انتخاب کرده باشید. اینجا من روی همستر انتخاب میکنم، روی بخش پرداخت میکنم. خب من به عنوان مثال میخوام الان 100 دونه توکن همستر رو به فروش برسونم که مبلغش حدود 52,000 تومان خواهد شد. 100 رو وارد میکنم، اینجا روی گزینه تایید و ادامه کلیک میکنم. به این قسمت که رسیدم به من یک آدرس کیف پول مقصد صرافی و یک کد در واقع کامنت یا هم تگ داده شده برای انتقال. خب من اول روی آدرس کیف پول کلیک میکنم، مجدد برمیگردم به در واقع ولت تونکیپر خودم. اینجا همستر کامبت رو انتخاب میکنم، اینجا گزینه سند میزنم این قسمت و در فیلد اول آدرس کیف پولی که کپی کرده بودم رو درج میکنم. در فیلد دوم من باید کامنت رو وارد بکنم، پس برمیگردم به همون صفحه، کامنت رو هم کپی میکنم. توجه داشته باشید که حتما باید کامنت رو وارد بکنید برای این انتقال. کامنت رو وارد میکنم، روی کانتینیو میزنم، اینجا مبلغ 100 توکن رو وارد میکنم چون که من 100 عدد میخواستم به فروش برسونم. روی کانتینیو کلیک میکنم. اینجا مشخصات در واقع فروش من رو توضیح داده که فقط توجه داشته باشید که برای این انتقال حدود 14 دهم دلار یا مثلا 200 تون کوین به عنوان کارمزد از ما کسب میشه. باید این مقدار تون کوین در کیف پول شما وجود داشته باشه که بتونید این انتقال رو انجام بدید. خب من روی گزینه کانفرم و انسن کلیک میکنم، اینجا از من اسکن چهره میخواد و تایید میشه این انتقال. شاید از شما یک رمز یا اثر انگشت بخواد که بتونید این انتقال رو انجام بدید. بعد از گذشت مدتی در واقع چند دقیقه اون 100 توکن من به این کیف پول واریز میشه و معادل تومانی اینجا در موجودی تومان من افزایش داده خواهد شد. برای اینکه بخوام این معادل تومانی رو به حساب بانکی خودم واریز بکنم، اینجا از بخش کیف پول اقدام میکنم و اینجا از روی گزینه تومان بخش برداشت رو کلیک میکنم. خب اینجا در واقع انتخاب کیف پولم تومان هست، شماره کارت من درج شده. اینجا من مبلغی که میخوام به حسابم بیاد به عنوان مثلا 50,000 تومان رو انتخاب میکنم و اینجا گزینه برداشت از حساب کلیک میکنم. در واقع من الان درخواست برداشت 50,000 تومان از موجودی کیف پولم به حساب بانکی خودم رو در صرافی ثبت کردم. اگر